برادر که امروز زن میگیری ها سری به بالا تو در بالا میمونی ها. شوکت این را نگو. چی شد؟ شوکت ما چرا فراموش کردیم؟ چرا؟ آخر ما باید داملای ساخته میافتیم. او را ما حلش کردم. حل کردی؟ آخی در تای فوکمو بوده. کی بوده است؟ داملا عزمی. داملا عزمی؟ اوه. ای شوکت بیا مانی از برای خدا. ایست صبر کن صبر بخیر سماک در راه مونده. بله در راه ماندم. آخر هیچ کس ماشینش رو من نمیکند. آدم و آدمگری از بین رفته. یه به جای میرفتگی تو میبرم. خدا هست راضی باشد. پسرم باز تو را از کارت نمانه. استغفرالله مک جان هیچ گپ ندارد. رحمتی سراس من نیست آخی. خدا رحمتش کند. آخی پسرم خدا از تو راضی باشد. یا کلی رفتیم. هی من یافتم. کی را؟ هجری لبایست تو یگان بار نکاح کرده ای؟ هیچ نصیب نشد استاد لیکن خب انا این نکاح را تو بکن. از راستی استاد؟ از راستی این نکاح را تو میکنی. بیا خدا از شما راضی باشد استاد. هجری بای با خدا یا برده کلای ما نزده ای کلاس کلای تو کلاسی ایده 100% میشه. البته وای در حقیقت نکاح کرده میتوانست باشد. نه خود نتونم. خوب من با او یک گپ زنم. مایلش تو با او گپ زن. ما یا به شوبه روم برم سون کارو بگیرم آخر. با سر کردی؟ غم نخورم مثلا من جورم دا وعده دادم که کارش حل میکنم. با سری مرا در بالا نگذار. کلاس جون زیغ نشه دیگه من تر غم نمیکنم. انا نام شگیر گوشه کرد. سوالاش جواب که من یک گپ زنم. استاد هجری بای خوب شد که واقعا بیا که یک صحبت کنیم. مایلش استاد؟ هجری بای از تو یک سوال پرسیدنی هست. از من؟ پرسید استاد؟ میپرسم. وقتی عائله دار شدن حله هیچ اینقدر در هیجان نبودم. انشالله به این هیجان دلم طاقت میکند. در اصل مگر دل شما به حقیقت طاقت میکرده باشد ساخته بودن این ازدواج را اثبات میکنم. میبینید اوه میلیس جان بسیار زیبا شده ای کو. رحمتی کلام. با خدا با این زیباگیت آدمون رو در حیرت میگذاری. مادر شما چرا تو حال تیار نیستی؟ به نکاح نمیروم از همین سبب تیار نشدم. خانم مگر برای رفتنتان دعوتنامه را انتظار هستید؟ مادر چه خیل به نکاح نمیروید؟ چه سفسده گفته ایستاده اید؟ من برای چه به نکاحی ساخته میرفتم؟ مادر چه خیل نکاحی ساخته این خیل نگوید؟ یک چیز دیگر به شما میگویم. پدرم هم در آنجا میشوند. خودش را بسیار زیبا کرده است. مگر او را تنها میگذارید ها؟ خوب مایلش عقلم تو را نرنجانم. استید من هم به شما کمک میرسانم. دیر کرده ایستاده ایم. جواب نمیدهم خیر. اپای حالی شاید یزنم سورپریز کرده به نکاح میآید. نه آمده نمیتواند. نمیآید. چی کرده است؟ با بیرون شهر به عملیات رفتند. با آن زن سرویناز بود کو با او رفته است. احمق یک رو. حالا من با تو نشان میدیم. تشکر. وای زورا جان بسیار زیبا شدی. ای سخته راستی اولادور میشوی. با خدا در هیجانم. سلیم تو این را گذارو. در اصل من شب چیکار کردنم را فکر دارم. چیکار میکنی؟ با داملا زیاد در یک حجره چخیل میستم. ای بله به خدا. انا بین ما این رو هیچ فکر نکردیم. نه عزیزم داملا زیاد این خیل نمیکند. چخیل این خیل نمیکند؟ آخر عزیزم چی دونم یعنی در زمین خواب میکند یا در یگان جای دیگر؟ تو راحت باش. خواب میکند نمیکند؟ خواب میکند نمیکند؟ خواب نمیکند. نترس. انشالله. رنگ سرخ کنیم؟ فرق ندارد.
چند سال شد کار میکنم. مانند شما عروسی عجیب رو ندیدم. کاش همه مانند شما میشدن. بی انا اومد. من به تو گفته بودم که انیق میوید. کانی رفتیم. السلام علیکم. مونده نباش. علیکم السلام. مرحبا دکا. او شما هم آدمای نیستی که همجرد چی پیت کردین سومکچه گفتین. خفه نشین برادر، بوری نو ندارم. همون بروای. در اصل من دیده بودم چیزی خوردی با صفت بود. یک دوست دارم به محبوبش هدیه میکرد. از همین سبب شما رو ناراحت کردی. اکا چی خیلی بود گفتی؟ سومکچه عروسی رنگش سفید. سومکچه بولوش سنگچه دو. عیناً همون خیل سومکچه عروسی. چقدر ارزش داشته باشد پولش رو میدی. اکا سونده گپ نیست شما دیر کردی. من او رو هدیه کردم در جورم. چی؟ هدیه کردی؟ اکی هدیه کردی؟ کی خیل هدیه کردی؟ کنی بگو. یکا چی گپ شی؟ من اون سومکچه را در جورای جونیم هدیه کردم. این روز توی داره دامولای مسجد. اون دامولا رو از کجا یابیم؟ ایلا دلای دایره ماهی خپیده است. ای کجا میویم؟ ای مسجد میوی. ای کجا میوی بو؟ برادر محلاتون در کجاست؟ گوش کنه شما چی خبره گران کردین؟ سومکا میخرین و دامولو در کورتونه. این سومکا مرامت خرین آخی ما او رو یک بینیم. شاید به فروختن روزی میشود. با فکرم نمیفروشه. خیر تو بگو شانس همون رو بسنجیم. محلاتون در کجاست؟ اکا دامولو و مسجد گفتم میگردین. این سومکا کدومش معقوله بگی؟ آیادم سر ویران نکن. محلاتون در کجاست؟ وای من اکو 500 متر پایین روین مکتبه. وقتی گشتم مسجد معلوم میشود. ای پیش تو میبرویا. این حرکت های نیتو نکنه. چی خبوی من میکنه به سری مرا؟ با فکرم که به سومکا چرا نمیفروشه؟ برای که من هدیهش کردم. وای من میکنه خیلش من میترسم اکا. تشکری بسیار پسرم. خیلی خوب بودید. خیر رای سفید برادر تا بازدید. خدایا منو دیگر ماشین نزند. آمد شکری خدا. انا بین با آن دو دیوانه روبرو نشدم. امروز روزی خوب است. نهایت به مسجد میروم. با جماعتم با میخورم. انتظار شو جماعت. انتظار شو من آمدم. وضعیت را فهمیدی هیچ بای؟ فهمیدم استاد. نکاح چی خیل کرده میشود گفتم مرا امتحان میکنید. یعنی در اصل وضعیت آسان است. امام حقیقی آمدن نکاح میکند. پیش از آمدن او سوادت در چه حالت قرار دارد یک سنجم گفتم. استاد خدا راضی باشد. بسیار فکری خوب کردی. نمیارزد پسرم نمیارزد. خیر من هم به شما یک سوال دارم استاد. اگر نمیپرسیدی حیران میشم. بپرس هیچی. استاد فرض کردیم که من برای دسته فوتبالی دوست داشتم دعا کردم. در این حالت حق دیگر دسته ها را پایمال میکنم. تو مخلصی فوتبال هستی هیچ بای؟ بله استاد. مخلصی کدام دسته ای؟ استاد من مخلصی دو دسته هستم. کدام دسته ها؟ استاد یکمش ارسنال. بسیار خوب رنگشون خوب است. دویمش لیو مسی. مسی؟ بله استاد. سرم آخر مسی دسته نیست کو؟ استاد میدونم لیو مسی خودش تنها مانند یک دسته است. از همین سبب علاوه بر این استاد تماشا کردید بعد از گل زدن رفته این خیل در کنار دعایش رو هم میکند. بسیار بازیگری خوب است. بسیار دوستش میدارم. البته راست میگی. سوالی تو چی بود هیچ بای؟ استاد وقتی که من در حق دسته دوست داشتم دعا میکنم حق دیگر دسته ها پایمال میشوند؟ نمیشود هیچ بای. یعنی چرا این طور؟ چون که طرفداران آن دیگر دسته ها هم برای دسته های خودشون دعا میکنند. یعنی در این حالت حق یگان دسته دیگر پایمال نمیشود. فهم استاد. خدا از شما راضی باشد. مالش از تو هم راضی باشد. خیر هیچ بای تا بازدید. خودش چی گپ؟ اینقدر گریختم باز این آدم به من روبرو شد. این رو بین باز لباسهای دامنو را پوشیده است. دیوانه میشوم. دیوانه. شکر خدا نهایت رسیدم. جماعت نباید انتظار شود. خدایم و تو شکر گزارم. سلام آمد. و علیکم السلام برادران. مرحمت. چی خدمت؟
امک دومولوی مسجد رو میشناسی؟ مگر نمیشناسم؟ او را بسیار از نزدیک میشناسم. شخصا من هستم دومولو مرحمت. معلوم که شماه. بله. باز اویلدار میشنی ها؟ تو ابلهه. تو چی سفزته میگویی برادر؟ یا خدایا، مگر در این محله یگان شخصی با عقل نیست که با من رو برو شود؟ یا خدایت کن. امک ما از این محله نیستیم. از این محله نیستید؟ نیستیم. دیوانه های این محله نمیرسیدن که باز از اطراف رو میخونن. هر کس اینجاست. یعنی در اینجا وام میخوریم. کنی از پیشم دور شوید. آی چی سفزته گفته ایستاده ای؟ مرا خوب گوش کن. از پس عروست رو گریان گذاشته نمیخوای ها؟ چی خیر عروس برادر؟ تو چی گفته ایستاده ای؟ خیر اویلدار شده ایستاده ای. چی خیر اویلدار میشم؟ مگر شما دیوانه شدید؟ آیامد بسیار گپ نزن. سومکچه در کجاست؟ سومکچه؟ چیکار سومکچه؟ اینا در هوا پرواز دارن. یا خدای توبه. کنی از پیشم دور شوید. برای جماعت منتظرم. یا بابا میرم. در حقیقت شیده که شوکت گفت در نکاح مگر برکت باشد. شاید بعد این نکاح زهرا مرا دوست دارد. سرت را آمیخته نکن ای پسر. ای برادر، ای آخر کمی صبر کنه. در رو شکستید آخر. السلام علیکم دومولو. و علیکم سلام. هر چه زودتر باید به مسجد رویم. خیر است؟ با چی واقع شد؟ دومولو یک جنازه است. برای نمازش انتظارم. مرده همین روز نمیمرد میمرد می. برادر آخر من این روز آیله دار میشوم. نمیتونید مگر نمیدونیم دومولو. میدونیم و دومولو ما گفتیم که برای جنازه یگان دومولوی دیگر را یابید، اما اون دومولو هنگام آمدن به صدمه دچار شده است. به دومولو ماندیم. آخر من حاضر نکاح دارم برادر، مگر روزم نمیدهید؟ دومولو این خیل نکنید. از شما بسیار خواهش میکنم مرده را به نماز جنازه کار کنیم. بسیار گناه میشود دومولو. مایلش میآیم. روید میآیم. خیر. ای خدایا. گوش کن دومولا. جای سومکه رو به من بگو. نباشد میکشمت. چی خیلی سومکه؟ من یگان سومکه را ندیدم. یا خدای توبه، در من یگان خیلی سومکه نیست. آخر شما با من باور نمیکنید. یا توبه. بعضن گویلدار میشوی گرفتی کو؟ یا استغفرالله. چه خیلی اویلدار شدم برادر. من آخر اویلدار هستم. 45 سال میشود که اویلدار هستم. گوش کن دومولا. گفتن که دومولای مسجد اویلدار میشود و دومولا دروغ گفتن نمیزیبد. من دروغ نگفته ایستادم برادر. چه خیلی دروغ؟ یک لحظه. حاضر میپرانم. من زود خایل شو. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه دهید شناسنامه را میبرارم. یک ثانیه ایستید. انا برادر و شناسنامه من بینید. در اینجا آیله دار بودن نبودن من نوشته شده است. اینا مرحمت. این آدم آیله دار است. دیدی؟ انیق کاری آن آدم است. من گناه ندارم. و جای من یک کس خودش را دومولو گفته در محله میگردد. او دیوانه است، ساختکار است، بسیار رذیل است. شما مرا مانید و او را دستگیر کنید. همه کار از پشت اوست. خطا کردیم. آفرین. شکر خدا نهایت به من باور کردید. اینها برو با کجا؟ پرداخت رفتند. انا اکنون من راهم را چی خیلی میابم؟ دیوانه. بسرم چیزی آمده باشد همش از رویت آمده است. ترا یابم کو. خیر اکنون من به کدام طرف رو؟ خیر انا به همین طرف برم. تشکر زیاد. جانم نبیره یک تایی من. بابا جان این لحظه را همیشه آرزو داشتم. تو را این خیل دیدم اکنون.
مورم هم غم نمیخورم. بابا جان لطفا این خیلی نگویید. از این بعد در برت نباشم هم در بر تو همسری دوست دارت می شود. در ارمان نمی روم. بابا جان لطفا شما همیشه در بر من می شوید. همین خیلی با من وعده دهید که مرا هیچگاه ترک نمی کنید. وعده می دهم. بسیار غمگین شدم. کسی نفهمد؟ فکر میکند که دختر رو با مهاجرت فرستاده ایستاده است. این رو بینه. مادر شما چه اینقدر بیرحم شدید؟ بابایم بیمار است نمیدونید مگر؟ زهرا هنگامی که بابایت رو فریب میکند بیرحم نمیشود و من این خیل گویم بیرحم میشوم ها؟ این نیکا ساخته چرا باور نمیکنید؟ این رو بین گویا حالا همه بگیریم می آمده باشم. مادر اکنون اون مسئله ساخته رو محکم کنید آخیر التماس. چی بوده است؟ ساخته است آخیر. مانند شاه دختر شدی. با تو خوشبختی ها خواهانم جونکم. اپا جان. خیر دامولا زیادر کجاست؟ باز دیر نکند. الیو زیاد در کجای تو رو انتظاریم؟ یک دقیقه. بابا جون یک نفر وفات کرده است. زیا باید جنازه او را خواند. خیر اینطور باشد ما می رویم. میمانان انتظارند. عیب می شود. تو باشی دامولا زیا را گرفته به اینجا بیا. میلش خوب؟ میلش؟ زیا جان میلش نباشد. من کمی پس به نزد شما می آیم. میلش عزیزم تو بازدید. برادر در اینجا یک داملوی بوده است که امروز اویله‌دار میشده است. داملو زیا؟ ها. حاضر او در مسجد است. نماز جنازه خونده ایستاده است. بعد باشد توی دارد. رحمت. سونکچه در آنجاست. در دست عروس. سردارم توی با توی رفته ایستادم با توی. مگر این خیلی می شود؟ میدونم البته وظیفه اساسی و اولین من بیانگه حل امیر میرسونم که شما دوستش میدارین. قرطق جب شدم نفسم گرفت سردار. نفسم گرفته پدری مردمه. نه یکون دشمن نبود. خودم با دستی خودم قریب خدمت قرطق جب کنه با شما. الو خاموش کن. خدا بگره توری گرست کن. قریب بود که جوانی مرگ میکردی. لویت لیا شاید. خانم زهرا و خدا که مانندی پری شده. تشکر زیاد. دامولا بسیار دیر کرده ایستاده. میرویم لیکن من باید لباس شاهیم را ببر کنم. در رو لباس رو میکشد میشود؟ لباس در خانه است. خیر رفته میگیریم. مالش رفته میگیریم؟ اگر زنده باشد ماشین را من رانم. مالش زود باشد. خیر اکنون در آنجا در یکون جایش میپوشم لباس را. مرحبا. مالش تشکر زیاد. خانم خوش آمده. خوش باشید. شما خوش آمده. شما خوش آمده. خوش باشید. برادر خوش آمده. خوش باشید. نوشتنگیر شاعر میشوی. شما هم خوش آمده. خوش باشید. خوش آمده اکه. خوش باشید. خب بشین کاکا. خدمت خوش آمده. سیوال جان اکنون رویت رو تروش نکن التماس. انا بین کسی بیند میگوید که به جنازه رفته ایستاده. مهمانان عزیز من یک چیز رو نفهمیدم. جنازه رفتیم یا که توی کمتر خورسندی کنی؟ بله راست. هم خیلی برادرها باید در توی اخی یک خورسندی کنی. خوش قواقتون کشال. من فکر کردم کسی مرده اخی. راست درست. این خیلی نمیشود اخی. حاضر من خورسندی را به شما نشون میدم. توی مبارک شود باز مبارک. توی مبارک شود باز مبارک.
اوستایی لنگ سر تراش سر پا بیشتر تراش آچه شب بر بگون بر سری شب بر چون مبارک شود مبارک مبارک گلدختری نازنین عروسی مبارک خوش آمدید میمانا خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید اینها کجا شدن خوش آمدید زنگ زدم بابا جان در راه بودم تو مده ایستادم خوش آمدید جناب خوش آمدید خوش آمدید دامولا چی کار کرده سری مرا کشتن میخواهید البته نکاح ساخته بودم میتواند لیکن آدمان در آنجا بوده رو انتظار نکنانه میگویم شما بسیار دورندیش بودید بسیار تاثیرم کرده تشکر زیاد خانم آهسته این لبشان کی باشد من کن دامولا آدمانی سلاح دار در دستشان سلاح هست من کن دامولا من کن خانم زهرا واهمه نکنید لطفا آرام باشید تر باش خانم زهرا به خدا که حالا به همین شیوه چپه شده میروم کمی آرام باشید داد نزنید دامولا چی گفته زنید مرا در ترسانیده خانم زهرا از آدمای گفتن پراتون رو خم کنید آخر پرونده ایستاده پلیس زنگ میزنم نه خانم نه با پلیس زنگ زدن از آن لازم نیست چی خیلی کرد چرا لازم نیست خانم زهرا مگر ساده هستید از برای خدای خیل نکنید پس سادگی چی علاقه دارد این آدمات ما رو میکشند خیر اگر پلیس در این کار همراه باشد یعنی چی خیلی میشود شما فیلمی وادی گرگان را ندیده اید دامولا سفسطه نگویید با فیلم چی علاقه دارد چی خیلی فیلم از نیم زیادی واقعه های آن فیلم به حقیقت نزدیکند حالا ما چی کار میکنیم با پلیس زنگ نمیزنیم نه خانم زنگ نمیزنیم آخر چرا آخر خانم زهرا البته من یکون چیز رو میدونم که به من اعتماد کنید آخر خیر دامولا آنها چرا از دنبال ما هستند از ما چی میخواهند نمیدونم اکنون حالا من کرده با شما این رو فهمانم دامولا من کردنش چیه این آدمان ما رو پیگیری کرده ایستادن در اینجا فهمانید نمیدونم این آدمان چرا از خفای ما هستن نمیدونم دامولا چیکار کرده ایستاده در اینجا در اومدن من از نوشته شده است به خدا که یک آواز از وجودم میگوید که با آنجا بیرون آواز داخلی هم به فکرم نشانه است البته آواز داخلی هم سخت‌تر داره گم کردن لبه سردار آنها را تعقیب کرده ایستاده ملک سردار فهمیدم گاز را زیر کن دامولا چی کار کرده ایستاده دو هسته بیرانید آخر به صدمه دوچار بشدید به خدا شانسی از صدمه نجات یافتن داریم اما اگر به دست این آدمان رفتیم هیچ شانسی نداریم خانم زهرا هی گاز را زیر کنید باز هم دستر شما میتوانید نه همین خیلی خدایا توبه گاز را زیر کنید زودتر باشید دامولا زیا میتوانید زیر کنید تویر جون چه خیلی که مسئولیت کرده بودیم همون خیلتون باز اشکر نشوید سلین جون سرودان نمیشود گفته بودی اما اومدنی آدمون رو بین برادر ساخته هم باشد نکاح است و البته آدمان میآیند سلین جون این بسیار کاری توکلی بوده است اگر میدونستم پولش رو زیادتر میگفتم چه خیل پول تو با این پول دادی کاری ثواب گفته این رو یافتم سمی جون چند پول دادی 10,000 با خودو بله اما حاضر نیمش بعد از نیکو باقی موندهش مایلش تویر جون اول تو این کارو به یگان مشکل حل بکن پول در دستی من تیار مایلش فهمو هر چی زودتر نیکاه رو بکن داماد و عروس کنی بیویند هر چی زودتر اون نیکو رو میگذارونیم همه چیز تیار است تیار است تیار همش در اینجاست فرزندانم اینها کجا شدند ها به شما میگم عروس و داماد کجا شدند بابا جون زورو به نزدیک دامولوزیو رفت کمتر پس هر دویشون میآیند در رو هستند ناکامی را بین
به فکرم گم کردند ها. بالا همه که چی کار میکنید؟ به خفا گردانید. زودتر باشید. از خفا هم هستند. چی کار میکنیم؟ میگریزیم. به کجا میگریزیم؟ بیا فرا. دومولو ایست نگریز. ایستا میپرانم. ایستا میگویم. دوید دومولو این آدم از ما چه میخواهد؟ ندانم. اینها ما رو کشت میخواهد. میدانم زود بیدم. اینقدر پرگردی. شما برو پرگرد گفتید؟ من خودم رو گفتم. گفتید من رو گفتید؟ مایلش بخشش از برای خدا بیدم. میلیس میدونی من باید با تو بیام که آقای کنعان خوش آمدید. خانم میلیس چیکار شما احوالتان خوب است؟ تشکر شما خوبید؟ اینقدر زیبا شدید ها. رحمتی کم. نمیارزد خانم. چی این خیل نگاه داری چرچشمه ها؟ چی نگاه داری؟ ای آدمی با چشم من طبیعتا نمیخیله. یک طرف نگاه میکنم آدم فکر میگه که من او را نگاه دارم. رنگ رود بیزارم. این مرا کی گفت که قطع شما بار همین درون بدرم؟ گویا که من هم در تو زار هستم. من هم به تو زار هستم. من نمیدر آمدی در بیرون انتظار میشدی. خوب استی جانکم؟ جانپا نگو تو در اینجا چی میکوبی؟ اما من تو رو بسیار دوست میدارم جانکم و این تا ابد در دل من میماند. قسم میخورم با این کرسی سرت رو میکپونم. دفشت زورواری لازم نیست جانکم. خانم میلیس خانم سلین را ندیدی؟ مرا نپرسید. یعنی چی دانم به زهره کمک کرده ایستاده است به فکرم؟ او هم به نزدیکی بسیار عروسی زیبا می شود انشالله. انشالله. آدمی بعد عروس می شود نمی شود کاری تو چیه؟ میلیس تو گفتی که سلیم با زهره یاردم کرده ایستاده است نه؟ نه دامولازیا و نه زهره در اینجا. در حقیقت اینها کجا شدن؟ خانم زهره زود دوید لطفا. برای شما گفتن شانسان البته با لباس عروسی چه خیلی ببینن ممکن است. از برای خدا با من جنگ نکنید زود دوید. چه خیلی جنجال کردنه؟ دائما شما جنجال را سر میکنید. یک مرتبه آرامانه گپ زنه نمیشود. من؟ بله شما کی میشد بس؟ خانم زهره در حیاتم مانند شما انسان یک را پرگپ را ندیدم. با خداه درباره خودتون گپ زده ایستاده. خانم زهره زود باشه دوید آخر. آفرین بر شما. در حقیقت مالش کمه زودتر باشه داخل. شما چی خیلی دلبن هستید که مرا در بدی جنگل پرتافته میروید ها؟ خانم زهره راه گردید از برای خدا آن آدمان ما را میکشند داخل. نمیتوانم تمالای. خم شوید. دوبلا در اینجا چیکار میکنی؟ خوابم آمد یک درس کشم. آخر آنها ما را میکشند. من خم شده نمیتوانم اینجا بسیار چرکین. خانم زهره تازگی را به یک طرف گذارید آنها حاضر ما را میکشند. با کی زنگ میزنی؟ به یزلم زنگ میزنم. همینش نمیرسید. چی جواب نمیده؟ تلفنش خاموش است. من فراموش کردم که او بیرون از شهر است. اکنون با کی زنگ میزنه؟ به سلین زنگ میزنم. دومولازیو با پلیس زنگ زند یگان مدد روان کند. تلفن وای هم خاموش است. سرده تلفنم تمام میشود. سلین تیزتر بردار تلفناتو. زهره در کجای از خواطری دلم میکپد. همه منتظر شمایند. سلین سرده تلفنم کم است. ما را گوش کن. عزیزم این چه خیلی مسئولیت است ها؟ تو در کجایی؟ سلین جان یک گوش کن همشو میفهمونم. زهره 2 ساعت شد که بابایت رو با گپ گرفته ایستادم. سلین من هم همین را گفته ایستادم. زهره در کجای کلی به من بگو. آدمان سلاحدار ما را تعقیب دارند. چی؟ بله از قوای ما هستند. ما را کشتن میخواهند.
ایست یک دقیقه کی از خفای شما است؟ شما در کجایید؟ در راه شله در راه جنگل گریختیم در همینجا نشستیم. سلین خوش میکنم با ما کمک کن. الو زهرا؟ الو زهرا؟ تمام شد. از پس من بیایید. حالا شکر فهمو. خدایا اکنون من چیکار کنم؟ ای چهارچشم در پیش من نیست. رفت نابود شو از اینجا. مرا گوش کن کلانی دیوانه. یک چشمم از قفای تو، دیگر چشمم از قفای سلین. برام احتیاط کن که گنده وزبینه میخالتم. این چی خیل گپا؟ ای چهارچشم تو با این گپا چی گفتن میخوای؟ من پاپوگای نیستم. اکا و روزنم. این آدم پلیس از دیوانه ای تو. اینم گپ میزده کو؟ یک گپ میزنه. سلین جان پیش من میدود بیا. چی خیل با پیش تو دواده؟ چی خیل با پیش تو میدواده؟ ای برو. زهرا با دامولازیو در خطر هستم. در خطر؟ از قفایشون آدمای سیلوغدار اونها رو پیگیری کرده ایستادند. چی؟ بیاید مونده بگذار دامولازیو تومای گرگان شود آخه. اگر آقای اکرم شنود دیلش میکفد. تمام شما آرام شوید خانم سلین. من با حادثه سر و کار میگیرم. شما پروا نکنید سلین جان. فقط جای حادثه را گپ زنید لوین همش را حل میکند. شب و روز در کجا؟ بله آنها در کجا هستند؟ زهرا در روی شیلی هستیم گفته به جنگل در اومدند. آنها رو هر چیز زودتر یافتنم لازم است. هیچ خواطر نشوید خانم سلین در حال میرویم. من هم میروم. یک لحظه خانم سلین جان برای شما بسیار خطرناک بودنش ممکن است. نمیخوام به شما ضرر رسد. با تو چی شده از چهارچشمه؟ تو خودت کیستی که اینقدر گپ میزنی؟ من پلیس هستم. کارو برای 100% حل میکنم. تمام. لطفا خاموش میشوید. من هم میروم. رفتیم با پیش در زود باشید. سلین پشکای ماشین من کار میکنم. در میشه بسیار زورد. چی گپ باشد؟ مرحمت خانم سلین رو بیست یک دقیقه بیست. سلین بیست. به مردم کجا رفتید؟ زهرا با دامولازیو در خطر است. با سری آنها رفته ایستاده. چی گپ شده است؟ بخیر است؟ شخصانی نامعلوم با سلاح آنها رو پیگیری کرده ایستاده. چی ایستادیم؟ بیا رفتیم. که ماشین بنزین نداره بشین. تو کجا میره؟ برای گیمشه. خیلی دروی. یا خدای توبه. در اینجا نکاح موندگی به کجا رفتن اینها؟ ایستا من میگیرم. بسیار مانده شدم. تمام من حاضر خلاص میکنم. چیکار میکنید؟ شما چیکار کردید؟ مگر دیوانه شدید؟ چه رولی باسی عروسی هم را میدرونید؟ داد نزنید آنها میشنوند. احمق بفهم. نجاتی هدا یاری هد. شما چیکار میکنید؟ خاموشی صدا خیر گفتم کو. چقدری که آوازارم داد بزنم. چیکار کرده ایستادید؟ خانم زهرا شما چیکار میکنید؟ آدمان ما رو میشنوند. از این لباس باید خلاص شوید. اونها رو در اینجا میآویزم و آنها فکر میکنن که ما با طرف دیگر رفتیم و هم شما به راحت میدوید. چرا داد میزنید آخه؟ بلو زنده. این لباس زیبای عروسی ما رو برای آدمان دروندید. شما چقدر انسانی بی‌رحم هستید. ساخته هم باشد من عروس هستم. میفهمید شما باید لباس مرا نمیدارید. خانم زهرا ما در اینجا چیکار زده ایستادیم؟ اون آدمان مانند دیوانه با ما تیر خورده دارن ما رو میکشن. تو باشه لباس عروسی میگویی؟ آخر این آدمان از ما چی میخواهند؟ نمیدونم گفتم چرا نمیفهمین رو؟ یعنی با شما علاقه ندارند؟ من با این آدمان چی علاقه دارم؟ چه میگوید خانم زهرا؟ در همینجا ایستید و هیچ کجا نروید. با کجا میروید؟ نروید آخر. نروید. سیاه دامولازیو اگر مرا دوست دارید برای زیاه عجبا دوست میدارید. دوست میدارد عجبا دوست دارید برایت. تمام. دلخم رو کفا دیدی. شما به کجا رفتید؟ گفتگو کردم. چی خیلی گفتگو؟ باز دیدم که در اونجا حیوان‌های وحشی هستن یا نیستند. در اینجا حیوان‌های وحشی هم هستن؟ البته هست خانم زهرا. در جنگل همه چیز هست. زود باشه. خیلی باشد درونید تستر بروید. درونید.
آی لباس عروسی هم حف شده. اوف مالش تو رفتن گیر با اون طرف رفته با اون طرف رفتیم از خاطری دلم میکفد در کجا باشنده؟ خواطر نشوید خانم سلی، خواطر نشوید. آنها رو میابیم در همین نزدیکی‌های آنها. باز من آخر جیگری این خیل آدم ها رو میدانم، جیگرشان رو میدانم. خواطر نشوید. من رودهاشون رو میدانم. در کل شب را با دست میکنم. دمت رو گیر دمت. الو سلیم عزیزکم با کجا رفتید شما؟ سمی حیاتی دامولوزیو و زهرا در خطر است. آدمان سیلودار آنها رو پیگیری کرده ایستادند. چی؟ سمی جان آرام باش، ما آخر آنها رو نجات میدیم. با پلیس هم خبر دادیم. مایلش تو وضعیت رو اداره کن. مرا خوب گوش کن. باز آقای اکرم از این کار خبردار نشود. مایلش با کدام طرف رفته ایستاده اید؟ روی جنگل شیلی. مایلش تو خاطر نشو. مایلش عزیزم. خانم سلیم شما خواطر نشوید، ما آنها را البته میابیم. لوین تمیز نشد. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت گذارید. مرحمت. تشکر. آنها زنگ نزدند. آنها کجا شدند؟ زنگ نزدی؟ مگر زنگ نزدم. من زنگ زدم و یا در کجا؟ بالون ماشینشون کفیده است. وقتی در راه رفتن بالون ماشینشون کفیده است. از همین سبب کمی دیر میکنند. یا خدا ناکامی را بین. میلش من با میهمانو مشغول میشم. خوش آمدید مراد بای. انشالله که سری زهرا در بالون نیست. حلی جان چی شد سمی؟ حلی جان با تو یک چیزی مهم رو گفتنم لازم است. چی شد؟ سری زهرا در بالا بوده میتواند. چی؟ از خفای آنها آدمانی سلاحدار بوده است. آنها باشن به طرف جنگل گریختند. تو چی گفته ایستاده سمی؟ اما خوب بود است خاطر نشو. من حالا باشد به نجات آنها میروم. تو در اینجا همه چیز رو اداره کن. اما که اکرم نفهمد یگان چیز رخ میدهد. خدا نگاه دارد. این چی بلا بود که به سر ما آمد تو با پلیس زنگ زدی؟ سیلین زنگ زده است. خاطر نشو. تو تنها وضعیت اینجا رو اداره کن. مالش تو بازید خیر. چی خیل یا خدایا چیکار کنم؟ با کجا میروی سمی؟ آسون که چرا از دستی آنها نگیریم از اینجا نمیرویم. جواهرات را با آنها گذاشتن نمیتوانیم. با دستی خالی برگردیم سردارمان ما رو میکشد. اینها در سونکچه جواهرات بودنش رو میدونن، نباشد این خیل میگریختن. این متاع از لباس عروسی است. آنقدر دور نرفتن. گرم است. به این طرف میرویم. ایستید بچه ها، شاید این دام فریب است. گویا با این طرف رفته ما رو فریب کردنی هم. راست میگویی. پس به دو قسم جدا میشویم. شما با این طرف، شما باشید با من بیایید. زودتر باشید. رفتیم. بعد یک دیگرمان رو چخیل مییابیم. به نزدیکی فیادور محاربه تن به تن دارد. در آنجا وا میخوریم. آی به عقل. اول جواهرات رو پیدا کردن در کار میفهمید جواهرات رو. من بعد شما میفهمم که در کجا وا میخوریم. رفتیم. خدایا اینها از راستی ما رو به جنگل پرتافته رفتن. دیوانه های بیعقل. یا خدا آخر من امام مسجد هستم. در جنگل چی میکنم؟ از راستی گم شدم. انا یافتگیر. من چی خیل میروم؟ من چی خیل راه رو میابم؟ این همش از پشت آن دیوانه است. همش از رای آن ساختکاری دیوانه است. زود میده دویده ایستادم آخر. در اینجا هم از پیش من اومده. اصلا یکم فلاکت آمده. از اینجا گریستنم لازم.
دامولو ایستید. بسیار مانده شدم. خانم زهرا کمی دیگر بدویم میرسیم. نه دامولو بسیار مانده شدم. باز کمی دیگر بدم. نه دویدن نمیتوانم دیگر. مانده شدم به خدا. دویدن به فایدهتان میشود. کم در دوید خراب و زیبا میشود. شما به من چه گفتم میخواهید مگر من فربی هم؟ استغفرالله کمی به ورزش مشغول شوید. قد و قامت زیبایتان با زیباتر میشود. با دلبرداری شما من احتیاج ندارم. من خیلی خوبم. معلوم است معلوم بسیار زیبایید. چی؟ هیچ چیز نه خراب هستید. خرابم من خراب. البته خراب هستید. کنی بیدار. قول هم در اینجا است. بسم الله الرحمن الرحیم. ای برادر در اصل چرا برای شما پایگیری کرده ایستاده؟ ما با تو کاری نداریم. برای خودت رو. چی کنم من؟ مرا با درون جنگل پرت افتید. من چی خیلی رو هم رو رفتنم ها؟ سر به ما چی؟ رفتیم بچه ها. اکنون آن داملو رو یک باید لحظه داملو گفتی؟ داملو نیست. او یک دیوانه است. آدمی که تو او رو جستجو میکنی. او الان با اون طرف رفت او رو دزدی کنید زود. راست میگویی تو؟ برادری مومنی عزیزم من یک داملو هستم. من دروغ نمیگویم. وای دیوانه اگر گویم که به آن طرف رفت گوش کن رفت او را دزگیر کنید. در حقتان دعا میکنم بسیار دعا میکنم حتی از حاضر آواز این باور نکنه. داملا رو پشتیبانی میکند. راست میگویی. این به ما دروغ گفته ایستاده است. های چرا با شما دروغ گویم آخر برادر؟ آدم به آن طرف رفت میگویم. وای دیوانه است میگویم رفت او را دزگیر کنید. به خدا ایمان بودنت را نگاه نمیکنم میکشمت. رفتیم بچه‌ها. با این طرف. ای خدای بزرگ من چی گناهی از این کردم؟ این چیز به سری من آمده ها. دامولو چی کار میکنید؟ خانم زهرا از بس که این طرف سبز است شمال آن طرف است. با چقدر دیگر میدویم؟ بسیار دویدن نمیتوانیم. این آدمان بسیارند و راه گریز از آنها نیست. کار نباشه چی کار میکنیم؟ حیله میکنیم خانم زهرا دیگر چاره نداریم. حیله؟ بله حیله. بیا دام میگذاریم. سلن جان بیا ببرو. مرحبا دکا. ماشین زهرا در اینجاست. ماشین گرم است. آنها دور نرفتن در همین نزدیکی ها. اینها باشن. معلوم که ماشین های آن ابله ها می باشن. در اینجا من کرده با جنگل در آمدن. ای بیا مانه خود تن خیلی دانایی میگیری که همین سلن ایتو نمیفورم. بیاید هر چیز زودتر بیرویم. تمام خانم سلن شما هیچ خواطر نشید. من حالا از تلفنم هیچ سویز نیست. با خدا حاضر دو خدچه داست نگم شده استی. باز کار با ما افتاد. راست دیگه میخوام عملیات توق خودم ببرم چون که پروفسیونالم. میگن گاو دو تشید خصاب حرام میمیره. با می خاطر میخوام که خودم توق کار کنم. با این طرف میرویم. گوش که برادر طرف بیزه با نشان داده استی. اون طرف ببین منظرها بسیار زیبا است. همه کسا طرف شمال میرویم چون که آنجا خطرناک نیست. شمال چی معلوم که با طرف شمال رفتن ها؟ چی معلوم؟ با طرف جنوب چی معلومه که میریم ها؟ ای تو ابلهی بیعقل هستی ها؟ تو چهار چشمه کور هستی. با سوال جواب نمیدهند. با جواب میدهند. پس از کجا معلوم است که به طرف شمال رفتن ها؟ برادر کجایی که درخت بسیار باشد همون طرف شمال است. یک بار کینو تماشا کن همش میفهمی کجا جنوبه کجا شمال است. جنابم لطفاً بحث رو بس کنید و از قفای من بیوید. اوف دیدی خانم سلن طرف نشان داده من میروه. دیگه علاج نداری رفتی. اگه این چورچابا چرا همراهی ما اومده؟ آقای اکرم لبای مراسم حالا سر نمی شود؟ سر می شود خانم مبرا. سر می شود. در نام شما دو تا ره است خانم مبرا؟ بله. سر می شود. کنی اینجا بیا مرا گوش کن. اینها کجا شدند؟ بابا جان من گپ زدم. خیر از سببی که دو بالون یک جای کفیده است یعنی از این سبب دیر کردن حالا باشد در راه هستند. انا کم تری دیگر مونده است. دو بالون؟ آخر یک بالون بود کو حالا دو تا شد. 3 4 با چشمان من نگر. با چشمانم نگر.
تو از من چیزی رو پنهان می‌داری ها؟ نه چرا از شما پنهان میکنم بابا جون؟ نه